دهقان بود که برای کار کردن در زمین کشاورزی فقط یک اسب داشت. روز اسبش گریخته رفت. همسایه ها گفتند بیچاره دهقان بی‌براری و ناآمدی کارش را بینن. دهقان پاسخ داد من یا شما چی میدانیم؟ خدا میداند که چی خواهد شد. فردای آن روز اسب دهقان با دو اسب دیگر به خانه اش برگشت. همسایه ها گفتند دهقان خوش اقبال را بینید که چی خیلی بخت بر رویش خندیده است. دهقان پاسخ داد من یا شما چی میدانیم؟ خدا میداند که چی خواهد شد. پسر دهقان که میخواست اسبهای نو آمده را رام کند سوار بر یکی از آنها شد، ولی به خاطر جست و خیز اسب جوان به زمین غلتید و پایش را شکست. همسایه ها گفتند بیچاره دهقان چی فلاکتی ناگوار به سرش آمد. دهقان پاسخ داد من یا شما چی میدانیم؟ خدا میداند که چی خواهد شد. فردای آن روز مأموران دولتی به قشلاق آنها آمدند و تمام مردهای جوان را به جنگ بردند، بغیر از پسر دهقان که پایش شکسته بود. همسایه ها گفتند دهقان را بینید که چقدر خوش اقبال است. همه را به جنگ بردند ولی پسرش را نبردند. دهقان پاسخ داد من یا شما چی میدانیم؟ خدا میداند که چی خواهد شد. و این داستان زندگی همچنان ادامه دارد. زندگی پر از خوش اقبالی های و بد اقبالی هاست. شاید بدترین حادثه ای که امروز برای ما رخ میدهد مقدمه باشد برای خرسندی و خوشبختی آینده ما. من یا شما چی میدانیم؟ خدا میداند که چی خواهد شد. گذشت زمان نشان خواهد داد.